در این ویدیو یک زن در حال ضبط فیلم از خانه همسایه خود است که به نظر می رسید چیزی عجیب در داخل گاراژ همسایه‌اش در حال رخ دادن است. حالت غیرعادی این موضوع این بود که همسایه او در خارج از شهر و در تعطیلات بود و این به این معنی که خانه او کسی نبود. اما به طرز عجیبی چراغ‌های داخل گاراژ روشن و خاموش می‌شد. زنی که این ویدیو رو ضبط کرده بود در حال عبور از جلوی خانه بود که این موضوع رو متوجه شد. اما هنگامی که ادامه داد تا تماشا کند، چیزی رخ داد که او را واقعاً به وحشت انداخته است. بعد از نزدیک شدن به گاراژ و نگاه کردن به آن متوجه یک شکل که با سرعت آشوب‌آمیز عقب و جلو میرفت میشود. این کار را برای بیش از چند ثانیه انجام میدهد و به طور ناگهانی متوقف شده و از پنجره گاراژ به بیرون نگاه میکند. به نظر میرسد که این شخص در حال نگاه کردن به کسی که این ویدیو را ضبط میکند میباشد. اگر همسایه این زن از خانه دور است، پس این فرد یا چیزی چه کسی بود؟ همانند بیشتر ویدیوها، این ویدیو همچنان یک راز باقی میماند. در تاریخ 2 دسامبر 2021 در حدود ساعت 9 شب، اعضای یک کلیسای مسیحی به دنبال تصاویر زنده‌ای از چیزی بسیار عجیب بودند که در خارج از کاپل آنها رخ دادند. آنها به ویدیوهای دوربین امنیتی نگاه می‌کردند تا ببینند آیا کسی در دوربین ظاهر می‌شود، زیرا در همان لحظه آژیر نفوذ فعال شده بود. آنها می‌دانستند که باید کسی در آنجا باشد، چرا که سامانه آژیرشان هرگز به اشتباه نفوذ را اعلام نمی‌کرد. اما چند دقیقه می‌گذرد و هیچ کسی ظاهر نمی‌شود. آنها ادامه می‌دهند تا با امید دیدن نفوذگر از مخفیگاه خود بیرون بیاید، اما به جای آن به چیزی کاملا غیر منتظره برمیخورد. با کمال تعجب اعضای کلیسا به دقت نگاه می‌کنند، در حالی که یکی از درهای جانبی به تنهایی باز می‌شود. این در با حرکت بسیار آهسته باز می‌ماند، اما عجیب ترین اتفاق این است که یک شکل شفاف عجیب از طریق در عبور کرده و وارد کلیسا می‌شود. درب همچنان باز می‌ماند و بلافاصله بعد از خروج این شکل بسته می‌شود. کارکنان کلیسا بدون شک باور دارند که یک چیز خارق‌العاده از جهان دیگر رخ داده است. اگرچه پاسخ قطعی درباره آنچه دیده شد وجود ندارد، اما آنها همچنان معتقدند که یک روح یا چیزی مشابه از آنها بازدید کرده است. این ویدیو توسط یک زن به نام لیگانس منتشر شده است که میگوید که چیزی بسیار عجیب در ویدیویی که چند سال پیش گرفته شده ضبط شده است.
دختر در این کلیپ دختر برادرزاده ال است که در زمان گرفتن این ویدیو حدود 10 سال سن داشته است. بر اساس گفته لی او در اتاق خوابش خودش رو در حالی فیلم برداری می‌کرده که چیزی بسیار ترسناک رخ داد. ویدیو با دختر جوانی که با اسباب بازی‌هایش دست و پنجه نرم می‌کند و نمایش و گفتگو در مورد یک مجموعه بازی آشپزخانه آغاز می‌شود. Dos tenedores así, uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio, no sé si lo mostré al principio, y este tenedor amarillo. Pues tener, se me está cayendo todo, perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Después, las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? همانطور که دختر جوان میگوید این ویدیو برای کانال یوتیوب اوست که طبق گفته او کاملا مبتنی بر ویدیوهای بازی تظاهری و بررسی اسباب بازی است. آنچه قرار بود یک ویدیوی معصوم از بازی تظاهری باشد به چیزی کاملا متفاوت تبدیل شده است. بلافاصله بعد از آنکه دختر متوجه شد که بازوی عروسک به تنهایی بالا می رود، او مکث می کند، به سمت پشت خود نگاه می کند و با وحشت بی‌نظیر فرار می کند. حتی قبل از این اتفاق به نظر می رسید که او قبلا چیز عجیب در حال رخ دادن رو تشخیص داده است، به طوری که حتی دیدن عروسکی که به طور ناگهانی خودش رو تکان می دهد کافی بود تا او احساس نگرانی کند. در حال حاضر دختر در این ویدیو 14 سال سن دارد، اما به رغم اینکه این ویدیو قدیمی است هنوز هم تا به امروز او و خانواده‌اش رو آزار می‌دهد. آنها هیچ ایده‌ای درباره این ندارد که چگونه همچین چیزی ممکن است که عروسک خود رو تکان بدهد. در تاریخ 15 اکتبر 2023 یک فرد ناشناس ویدیویی از 2 دختر رقصنده در مقابل دوربین منتشر کرد. با توجه به کیفیت ضعیف تصویر به نظر می رسد این ویدیو چند سال قبلتر گرفته شده است، اما با وجود کیفیت ناکافی این کلیپ همچنان بسیار ترسناک می باشد. شخصی که این ویدیو را منتشر کرده می گوید که 2 دختر در تمرین برای یک رقابت رقص هستند و می‌خواستند ببینن آیا رقص آنها از دیدگاه دیگران خوب به نظر می‌رسد یا خیر. اما کمتر می‌دانستند که این کار آنها چیزی ترسناکی رو ثبت خواهد کرد. در پس زمینه یک سایه مرموزی دیده می شود که سریع از کنار دختران می گذرد. آنها هیچ ایده‌ای نداشتند که کسی یا چیزی پشت آنها باشد. شخصی که این ویدیو رو به اشتراک گذاشته است می گوید که هر دوی این دختر در ویدیو هیچ چیز عجیبی رو تا زمانی که بینندگان سایه مرموز رو نشان دادن متوجه نشده بودند. به طور طبیعی آنها از لرزش و وحشت متأثر شدند. همانند بیشتر ویدیوها اطلاعات بسیار کمی درباره این کلیپ در دسترسه که سخت می شود پاسخی درباره آنچه ضبط شده است پیدا کرد. نظر شما چیه؟ آیا شما هم معتقدید که در این ویدیوها اتفاقات خارق‌العاده افتاده است یا خیر؟ لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید و مرسی که تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کردید. برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کرده و ویدیوهای ما رو لایک کنید.